سلام. امروز اومدیم فیلم بگیریم از غذا خوردن این خانواده 18 نفره ما. این خانم لیلیه با بچه هاش استری 2، امای 2 و نورا خانم. میبینی اینم خانم جسیه با بچه هاش. خانم جسی هم 4 تا بچه داره: جاستینا، جسیکا، جولیا و جنیفر. اون 3 تا کوچولو هم که میبینین 3 تا بچه‌ای بودن که مامانشون نیست: مایکل و تایگر و لوسی. دارن مرغ میخورن همشون. روزی 1 دونه مرغ و کامل پخته میشه میارن و اینا میخورن. صبحانه همشون تون ماهی بهشون میدن. نهار همه مرغ میخورن. شام هم که غذای خشک مخصوص گربه ها رو میخورن. ماشاءالله این خانواده 18 نفره ما غذا خوردنشون خیلی عالیه و رشدشون هم خیلی خوبه. میبینین که کوچولو هن ولی با این حال این هم که موقع شامشونه غذای خوش میخورن. ریوانا و جنیفر و بقیه بچه ها دارن غذای خوش میخورن. حالا در مورد جیوان بعداً صحبت میکنیم که جیوان چی شد، مریض شد. اینجا حتی نمیتونه از جاش تکون بخوره، فقط میتونه سرش رو تکون بده و بقیه اعضای بدنش قابل حرکت نیست. و بچه های خانم جسی دارن غذا میخورن و اینجا همه باز مشغول غذا خوردن. اینجا صبحانه شونه، تون ماهی دارن میخورن. میبینید جیوان تکون نمیتونه بخوره، اینجا کم کم داره دستاشو تکون میده که بازم نمیتونه پاهاش وایسه. همه مشغول خوردن دیگه. خانم لیلی میاد به بچه هاش هم سر میزنه و اینجا هم که داری میبینی خانم اما و لستره. اینجا هم خانوادگی بچه های اول خانم لیلی که ماشاءالله همه بزرگ شدن: لستر، اما، جیوان و مشغول غذا خوردن هستن. همه‌شون مشغول غذا خوردنن و هر روز تکرار میشه. ما تقریبا ماهی نزدیک به 20 کیلو مرغ برای اینا میخریم و خوشحالم که تونستم این گربه ها رو پناه بدم و اینا رو کمکشون کنم. البته رزق خودمونم خیلی زیاد شد، خیلی به خاطر وجودشون برکتم به زندگی ما خیلی زیاد اومده و خوشحال میشم میبینم که اینا بچه ها غذا میخورن. و اینم خانم لیلی و همسرش آقای لیونه که بچه های جدیدشون 3 تا نینی کوچولوشون هم دارن غذا میخورن: استر 2، امای 2 و نورا خانم مشغول غذا